آقای منصور با مشکل تاریخی پاکستان افغانستان چی میکنین؟ فرض کنیم که خب البته بسیار پیش از وقت میتونه باشد صحبت دهی باره، ولی چون حال وارد صحبت شدین حتما با پاکستانی مسائل شاید مطرح شود. مثلا شما دیورند به پاکستان میسپارین و به رسمیت میشناسین؟ ما مرزای افغانستان که از گذشته ساخته شده، بله، بعد به تأسیسش ساخته شده و بار بار از سوی زماندارای افغانستان، ما به همون حدی که به مرز غربی افغانستان اعتنا داریم و التزام داریم، به مرز شرقی و جنوبی افغانستان هم داریم. یعنی چی؟ یعنی درست. اجازه بدید، تمام مرزهای افغانستان در یک برهه تاریخی هم با چین، هم با تاجیکستان، هم با ازبکستان، هم با ایران، هم پاکستان ساخته شده. درست. همه برای ما دارای اعتبار یکسان و برابر است. پس آقای منصور، پس دیورند یک مرز بین المللی است، چیزی که پاکستان میگه. ما تمام مرزایی که ساخته شده برای افغانستان همه‌اش علی السویه، برابر محترم میدونیم و مرز بین المللی میدونیم و هیچ گونه اعتنای قانونی نمیشماریم. درست. اگر بنا باشه که مرز شرقی افغانستان زیر سوال بره، خب مرز غربی افغانستان زیر سوال بره. درست. اما کشورهایی که برای ما در شرق ساختن مرز، در غرب ما هم ساختن، در شمال ما هم ساختن. درست.